قطار صلح نزدیک می شود. آماده سوار شدن شوید. قطار صلح نزدیک می شود. به زودی زمانی فرا می رسد که صلح ما را به امنیت و الفت می رساند. تفکر و اعتقاد به مهدویت در طول تاریخ اسلام بارها دستخوش حوادث و یا سوء تعبیراتی شده. مسلمانان که همیشه ظهور منجی رو در اعتقادات خودشون داشتن، در طول تاریخ در مناطق گوناگون سرزمین‌های اسلامی اشخاصی خودشون رو به دروغ مهدی نامیدن. به طور مثال در اوایل گسترش اسلام در مناطقی نظیر مراکش از این تفکر سوء استفاده شده. در تاریخ معاصر کشور سودان واقعه‌ای رخ داده که متأثر از نام مهدی بوده است. با استفاده از این نام، سودانی‌ها توانستند با بسیج نیروهایشان ابرقدرت شکست ناپذیر آن دوره، یعنی امپراتوری انگلستان را شکست دهند. در آن زمان یکی از رهبران نظامی با استفاده از نام مهدی خود را مهدی سودانی نامید و در مقابل استعمار انگلستان ایستاد. اورشلایم یا اورشلیم، زمین نام این شهر به زبان عبری قدس است. در لغت عبرانی به معنای شهر صلح است. شهری که تاکنون روی صلح را به خود ندیده است. چرا اینطوری شده؟ دلیل اساسی آن این است که بین ساکنان آن و بین کسانی که به آنجا هجوم آوردند اختلاف تعابر و انتظارات وجود دارد و بر سر حاکمیت بر سر آن اختلاف بوده. همیشه حدود شهر به قدرت مهاجمان به قدس بستگی داشته. ما مسیحیان اعتقاد داریم که زمین اورشلیم نباید صحنه کشمکش و دفاع باشد. ما از اورشلیم آسمانی دفاع می‌کنیم. اورشلیم شهری است خدایی برای همه بشریت است، برای مردمی که به دور از اختلافات باشند، بشری که اختلافاتشان حل شده باشد. در این قسمت از زمین همه مردم باید با هم تعاون و همکاری داشته باشند. آنها در آنجا در محضر خدا هستند. خداوندی که رب همه مخلوقات است، خداوندی که جهان را آفریده است. شهر قدس محدوده است که تاریخ انبیا را در خود دارد. این محدوده در قلب اورشلیم است. معابد و کلیساها و مساجد که نماد ادیان مختلف است، قرن‌هاست که در این شهر و در کنار یکدیگر پذیرای پیروان ادیان مختلف بوده است. یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بدون هیچ اختلاف و کشمکشی در کنار یکدیگر به عبادت خداوند می‌پرداختند و این وضع تا قبل از تولد صهیونیسم ادامه داشت. ببینید این یک عکس‌العمل طبیعیه. در هر مرتبه که این گوی بلوری رو رها می‌کنین، دایره‌های چرخش کوچک و کوچکتر میشه تا بالاخره گوی بلورین در قعر حفره فرو میره و محو میشه. ببینید هرچه به پایان مسیر نزدیکتر میشه حرکتش سریعتر میشه، انقدر که به قعر فرو میره. این مثال خیلی خوبی برای وضعیت کنونی جهانه. وقتی مشکلات جهان اینطور بی‌قاعده رشد میکنه و قابل مهار نیست، خسارت‌های ناشی از این مشکلات به تدریج عمیق و عمیق‌تر میشه تا با شتاب به قعر سرنگون بشه. این وضعیت مثال خوبی برای موضوعیه که به اپوکالیپس یا آخرالزمان معروفه. البته این جریان به همین سرعت حرکت گوی نیست، بلکه خیلی آهسته تره، ولی خب روند کلی اون همینه. نکته اساسی اینه که هنگامی که وقایع شروع شدن دیگه جلوگیری از وقوع اونها غیر ممکنه، همونطور که به هیچ وجه نمیشه مانع حرکت آن گوی شد. That's the problem.